فروشندگان کاشی در اروپا چند دسته‌اند. اول فروشنده هایی که به صورت زنجیره‌ای کار میکنند و فروشگاه های زنجیره‌ای در سراسر اروپا دارند، مثل باهاوس، هورنباخ، اوبی، مارکوری مارکت، که هر کدوم اینا بالغ بر 200 تا 300 تا شعبه در سراسر اروپا دارند. گروه دوم مغازه هایی هستند که به صورت تخصصی کاشی و سرامیک میفروشند، که معمولاً کالاهای ساخت ایتالیا و اسپانیا میارند با قیمت های خیلی بالا و یا برعکس قیمت های خیلی پایین تر. گروه سوم مجموعه هستند که فقط کالاهای قیمت مناسب دارند، که معمولاً کاشی های ساخت کشور هند، کاشی ساخت کشور لهستان رو دارند و معمولاً تلاش میکنند که قیمتشون زیر قیمت فروشگاه های اوبی باشه.